اگهتون همراهی کنیم برای این درود بر شما. درود بر شما. بفهمید خواهش می‌کنم. بله من فقط برنامه رو یادتون رفت، برنامه ایرانی سلام بود که به حال اونم کار زحمت جناب آقای شبخیز بود که سالها انجام میشد و به حال زحمت‌های این نمیتونیم بگیم جوان، ولی خب مشخصات چجوریشو گفتید. دستای شایسته شما برای تقدیم لوحه تقدیر توسط مدیریت محترم شبکه جهانی جام جم. درود بر شما. آقای شبخیز تبریک عرض میکنم. مبارک باشه. شما مبارکتون باشه. جناب آقای رجبی معمار اگر اجازه میفرمایید من میکروفون رو بسپارم به آقای شبخیز که با هم‌میهنان صحبت بفرمایید. من بفهمید. بفهمید شما. بفهمید خواهش می‌کنم. من سلام میکنم خدمت همگی دوستان، مخصوصا دوستان ما در خارج از کشور. نمیدونم کدوم دوربینم. حالا دیدید چقدر سخته؟ آقای رجبی معمار بعضی وقتا دعوا میکنه با میگه چرا به دوربین توجه نکردی؟ حالا خودش الان اینجا گیر کرده. بفهمید. انشالله که حالا همگی شما خوب باشه در سراسر دنیا. من خیلی افتخار میکنم که در خدمت شما هستم. به فال نیک میگیریم مدیریت آقای رجبی معمار رو. انشالله که موفق باشن همونطوری که در شبکه تهران موفق بودن. من اگه بخوام از تک تک دوستامون تشکر بکنم واقعا سخته، ولی به هر حال همینو میتونم بگم که مدیر گروه ما واقعا در کنار ما بود. ما تونستیم یه همچین برنامه‌ای بسازیم بتونیم بریم جلو. آقای غفاری واقعا در کنار ما بودن، من ازشون متشکرم و خیلی از بچهای دیگه. من تنها نیستم، برنامه گروهیه. همونجور که بچهای مجری هستن، تمام بچهای تهیه هستن، همه زحمت میکشن. من فقط به عنوان نماینده اومدم اینجا. ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید باشید. ممنون هستیم. به هر حال این فکر میکنم افتخار بزرگی برای یک تهیه کننده باشه و یک برنامه ساز که برنامهش مورد توجه مخاطبینش قرار میگیره و انتخاب میشه و همونجوری که جناب شبخیز هم فرمودن واقعا مدیریت ایشون و سایه فکری ایشون و دوستانشون بر سر برنامه همیشه گسترده است و اشخاصی که تو این برنامه ایفای نقش میکنن و کار میکنن مطمئنا تحت نظر و میشه گفت ارتباط صمیمانه شما مردم با شبکه جهانی جام جم و این برنامه است که تونستیم برنامه رو موفق بکنیم. ممنون از لطفتون. بدرقه میکنیم این هنرمند عزیز با دستورهای شایسته جناب آقای شبخیز. سپاسگزارم. جناب آقای رجبی من سوال دارم از آقای رجبی معمار. سوال دارم از شما. خیلی ممنون آقای شبخیز. مبارک باشید. جناب آقای رجبی من خواستم از فرصت استفاده کنم و صحبت‌های شما رو برای هموطنان عزیزمون در خصوص فعالیت میکنن. برنامه‌هایی که میبینید از ایشون در ژانر شادی و نشاط، اینجوری میتونم بگم خیلی خوبه کارشون. نه به خاطر اینکه کنارشون ایستادم و دارم براشون کار میکنم، اینو جدی میگم، همیشه جزو کساییه که به عنوان یه آدم حرفه‌ای ازش یاد میشه. فرید از کارت بگو، از این برنامه بگو. آره چون الان بین برنامه صمیمانه برنامه هست در شبکه جهانی جام جم، بعد یه برنامه شادی هست. سعی میکنیم یه لحظات خوبی رو برای بینندگان سراسر جهان ایجاد بکنیم، مخصوصا ایرانیان عزیز. چیز زیادی ندارم بگم ولی واقعا انرژی میبره. کاری که یه مقداری به طنز تنه میزنه واقعا انرژی میبره، سخته. ایشالله که مورد توجه همه قرار بگیره. ما هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. سالگرد شبکه جهانی جام جم، یه تبریک به شما. همینطور تبریک به همه بچه‌های جام جم، چون که همه واقعا زحمت میکشن که برنامه‌های خوبی رو آنتن بره. سعی میکنم برنامه‌ای باشه که لحظات شما رو پر بکنه به خوبی. البته اونایی که تو سراسر دنیا هستن برای ما ایمیل میزنن، از سرمای اونجا میگم و از گرمای برنامه‌های جام جم ما واقعا ممنونیم. یعنی من به نوبه خودم از ایمیلاتون، از تماساتون واقعا ممنونم. یه لحظه مرسی بچه. الان میام. بیایم. چی شو؟ میریم ادامه شو. خب بریم آیتمو. خیلی خوب. اینه هر جا خواستی پاس بده. ما به خیر گذشت، چیز خاصی نبود، مشکل خاصی نبود. آره رفتیم بچه بریم.
آره اینم خودتون خوندین؟ به به خواهش میکنم. حالا ول کن اینا رو. نشدین چندم شدین شما؟ من مجری برتر نوجوان شدم. پارسالم شدم ولی امسالم باز نوجوان شدم. فرید جان خیلی لطف کردی. قربونتون. مرسی اومد جان. زنده باشی. زنده باشی ان شاء الله همیشه اول باشی که هستی. الهی زنده باشی. خیلی لطف داری متشکرم. یه سرم بیا تو خانم صدابردار من اسمشون نمیدونم. خانم صدابردار سلام. 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 فقط معرفی هیچ اشکال نداره مزاحم نمیشیم زیاد میدونی برنامه زنده. تیموری صدا بردار خانم لیلا تیموری صدا بردار هستن. مهندس سلام. سلام. خسته نباشین. سلامت باشین. زوار هستم. آی زوار. این نیما اسلامیه. این خیلی کارش درسته. من میشناسمش از قدیم الایام. ناظر